السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان کانال سوال و جواب، خوش آمدید. در هر جایی که هستید شاد و خرم و سرفراز بوده باشید و الله تعالی حفظتان بفرماید. فرا رسیدن عید سعید فطر را به شما و تمام اعضای خانواده ایتان از صمیم دل مبارک میگویم. تقبل الله منا و منکم. الله تعالی طاعات و عباداتی را که ما در این ماه مبارک رمضان با وجود همه کاستی ها و کوتاهی ها انجام دادیم به فضل و مرحمتش قبول بفرماید. همیش شاد و خرم و سرفراز بوده باشید و الله تعالی روزهای بعدی را بیشتر برای ما میسر کنه و توفیق بدهد که اعمال درست و خوب را برای الله تعالی انجام بدهیم و همچنان از الله مسئلت داریم و عاجزانه می خواهیم که رمضان‌های بعدی را هم برای ما میسر بفرماید و ما در حالت صحت و عافیت و تندرستی و امن و امان بوده باشیم و بتوانیم رمضان را درست استقبال کنیم و از مزایا و خوبی های رمضان استفاده بیشتر کنیم و کاسته هایی که در رمضان های قبلی داشتیم او را در رمضان های بعدی جبره بسازیم. روزتان خوش و عیدتان مبارک و همیشه سرفراز بوده باشید. بارک الله فیکم.